امروز میخوایم راجع به مسابقه دانشجویی صحبت کنیم که شبیه یه بورد گیم پرطرفدار مثل مونوپولی. این مسابقه طی 4 روز انجام میشه. قبل از هر مرحله مسابقه بچه‌ها میتونن توی کارگاه‌های شرکت کنن که کلی مهارت ارزشمند و مرتبط در مورد رشته‌شون یاد بگیرن و گواهینامه‌های معتبری دریافت کنن. یعنی در واقع ما 4 تا کارگاه خیلی کاربردی داریم که توی کتابخونه برگزار میشن که علاوه بر این که میتونن برای دانشجو رزومه ساز باشن، توانایی عملیشون رو هم افزایش میده و اونا رو توی محیطی قرار میده که بتونن از مهارت‌هاشون توی فضای واقعی استفاده کنن. حالا این مسابقه برای کیاست؟ برای کل دانشجوهای علوم تحقیقات که علاقه به سرگرمی دارن. توی این رویداد شما یاد میگیرید که چطور با استفاده از فعالیت‌های اقتصادی به محیط زیستتون کمک کنید. البته اینم بگم جوایزی برای این مسابقه در نظر گرفته شده. به 3 نفر اولی که این مسابقه رو برنده باشن نفری 800,000 تومان وجه نقد تعلق میده. علاوه بر اون برای هر نفر یک تندیس نوبل آب در نظر گرفته شده که نقش پررنگی توی رزومه بچه‌های کارشناسی میتونه داشته باشه. در نهایت اگر فکر میکنید پیشنهادی دارین که میتونه این مسابقه رو از هر نظر جذاب‌تر کنه، خوشحال میشیم که با ما مطرح کنید. منتظر دیدنتون هستیم.